با نام خدا و عرض سلام و احترام خدمت شما دوستای نازنین، خوشحالم که یک روز دیگری فرا رسید که از کانال هراتبورگ از برنامه باغ سبز در خدمت شما باشیم. دوستای نازنین، برنامه باغ سبز فراموش نکنیم، لایک و شیر و سابسکرایب حیات شما نره، همون زنگولگه کرم فشار بدیم. میریم یکی از قریه‌های دیگر که مربوط به ارسولی غوریون و زندجان، همراه ما باشیم، میریم صحبت‌های مردم میبینیم. برادری هستن که فکر کنم صاحب می گودری ام. لالا جان سلام. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ خوبی جان جور بخیریم، سلامتی باشیم، به شرط پس نریم. اسم شریف شما؟ نجیب الله. ماشاءالله. خوب، کار وظیفی شما چیه؟ کار وظیفی ما گواه دیگه. خب این گودری از شما نه؟ بله، همین تا گوسالی یک گواه هست. اگه سرای نه برادر اینا بدم نظر شما نمیایه؟ اشته نمیایه. خب در کنار از این که گودری داریم، زمین چیزی هم داریم؟ نه زمین نداریم. خب پس می توقع چون منگال اینا به دست شما نمیریم به علف صحرا میریم پل بشو. زمین ها مردم. ها دیگه. خب به نظری شما اینا حرام نیه؟ نه دیگه حرام نیه. حرام مستونیم از همسایا. پل بشو دیگه، پل بشو آزاده. ها پل بشو مردم آزاده. بسیار خوب. باغ هم نداریم؟ باغ داشتیم بفروختیم. چرا بفروختیم؟ خاطر عروسی برادر خون. یک باغ بالی عروسی مصرف میکنه؟ نه بود دیگه، چیکار میکنه؟ بینندای عزیز شما نگاه کنیم، میگم اسراف نیه وضعی افغانستان. ما گوشنگی گردنم بند باشه موشا خونه معامل جنگ دعوا میکنم یا لورس میرم، اینا باغ بفروختم عروسی برار خور میگیرم. چند پیشکش داده بدیم؟ 5 لعن. خب خود مصارف ها اینا ما همه چیز کنیم؟ نه دیگه، به مصارف ها جمع خود ما شد سلک، مصارف ها جمع از اینا شد سلک بود، 3.5 لک ما دادیم. خب این نیازی نیه که شما باغ بفروشیم دیگه. نه بود دیگه، چیکار میکردیم؟ پول نبود. خب برار خورد شما نم یا برار کلون؟ خورد از ما، خورد تره. خب چرا با شما عروسی نکردین؟ من عروسی کردم، من تقریبا 6 سال 7 سال عروسی کردم. خب اولالا کو میگم شما هنوز متعهلین؟ ها؟ متعهلم دیگه. متعهله؟ آره بشم. بچمه بننده ها میفهمین چی میگم به شما؟ چی میگم؟ میفهمین؟ میگم یک آهنگ 4 بیتی بخونیم. آهنگ 4 بیتی یاد داره؟ بله. من یاد ندارم. بله یک 4 بیتی بخونیم. یاد ندارم باور کنه. یک چیز دیگه. یک خوندن. یاد تو بخون. بله میخونم از اینا بپرسم. فکر هیچ می یاد ندارم. خب خوندن بره. میگم خوندن یاد ندارم. بله چاشت خود شما. بله. بله. بله ما در خدمتیم. دوغه. هست هر چیزی. بله امروز چاش به دوغ میمون شما نه. بله. بله میخواد. بیننده‌های عزیز، خوشحالیم که باز شما ما تا به این لحظه تحمل کردیم. تشکر از شما، واقعا خداوند شما را عزت بده. واقعا ما دنبال میکنیم، میفهمیم، شما رو میبینم که بر نمیریم. در کنار ما برادری هستم که فکر کنم اینجا یا باسکل سازی دارم یا فرغون رنگ میدم. سلام در خدمت شما. خوبه خیرات. اشتن کاکای من. شما خوبه. عید شریف مبارک. چرا میخنده؟ عید که تیر شد دیگه. خب تیر شده باشه تا به عید قربون عید. عید خوبه. خب چی فرق میکنه؟ حالا نترسیم، ما شیرینی نماییم. درست میگی. درسته؟ بله. نام شریف شما؟ امین الله. این دکون شما نه؟ بله. خب این دکون چیه؟ این باسکل سازی. باسکل سازی؟ بله. حالا به می شهر موتر پیدا نمیشه، باسکل مدگه کجا بیاره؟ خب زمیتونه دیگه. روز چند تا باسکل پنچری میگیری؟ 200 تای پنچری میگیری. خب گزاری زندگی میشه؟ بله. خب چند کرا میده؟ کرایه نمیده. چرا؟ خودمونه. ماشاءالله همین خونه گلی هم شما نه؟ بله. بسیار خوب. یک دم اگه بیای
رنج و پیشکش و امر با میبره دیگه. حتما. بله. بسیار خوب. بیننده میگم که یک آهنگ لالا ما بخونم. اما یاد نداریم خوندن. نون خورده یاد داریم؟ بله. ماشاءالله. بریم یک 4 بیتی بخونیم. یاد ندارم. گردن شما بند یاد ندارم. بسیار خوب. چند تا گو و گوسپند داریم؟ یک گوی داریم. شیریه. بله. یک ارزی بکنم. بکن. یک پیاله یک توقی بیارین گناه دارم من. یعنی خوب آشت نمیاره. کی میاره؟ هر وقت بود. من میگم چند کیلو مایی. اونا که از طرف خود خو میارن. ما شما ما سعی کنم ساختین یا نه؟ نه میارم هر چی بگم میارم. معطلم من. معطل باشه. خب تشکر از شما برارم شوخی کردیم خود شما از دوغا شوخی نکردیم دیگه حساب شوخی کردیم. خیر ببینیم تو دوغا بیاره که گلاس بخوریم ما کیف کنیم. لالا جان سلام علیکم. سلام علیکم. صحت شما خوبه؟ شکر الحمدلله. قربان شما. نام شریف شما؟ عبدالرازق. بسیار خوب. چه کار میکنه؟ همین دنبال کشتکاره. کار نمیکنه. چند جریب زمین خود داریم؟ جری بیت به شما 3 جریب 4 جریب به خود ما است. دیگه هم مردمه. کشتمندم است. بله. خب امسال چی رقم وضع کشتمندی؟ خوبه بعضی نیه خوب الحمدلله خوبه. تا حالا که خوبه از یه بس کنی بادا و اینا سکنی خدمت چیکار میکنه؟ چرا باد به چی نقص داره مثلا؟ دیگه همین گندم و اینا رو میریزه و خدای میوار میریزه و همین کارا نمیز دلار مو میزنه دیگه. همین کارا هست دیگه. خب امسال گپ بزنیم حساب جوا اشتنه او داره؟ خوبه الحمدلله. هم ده که بیای میشیم ببینیم با طرف الله پاک میبینی سل میایه. با که میبینی چیز میشه دیگه تو که خوبه. از یه بس کنه دیگه چیکار میشه اگه نه سیلاب بالا مقاد شد دیگه بیای این موتورا اینا با روشن میکنه دیگه. خب حساب دامداری یعنی گو گوسپند چیزی هم داریم؟ بله. خب این چند دونه گو داریم چند دونه گوسپند هست؟ گو 2 دونه گو داره تا 15 تا هم گوسپنده. خب چندها از شما یا برارا و پدر اینا خودی هم شریکیم؟ از من و خود پدر منه برارا اینا سیوای هر کدوم مثلا خونه نمیده زن کدام و سیوای خونه اینا. چند برادریم؟ 6 نه. خدای پاک ببخشونه. خب شما کدو براریم خوردیم کلونیم میانه میشتن؟ نه من 100 تا از من کلونترم من چهارمیم. 2 تا از من خودتره. الهی شکر الهی شکر. خب پیار شما چند تا خانم داره؟ پیار من 2 تا. اشتانه که منطقه چه دیتاییه؟ شما مجردم یا متعهل؟ من متعهلم. خب خود شما چند خانم داری؟ خود من یکی بس دیگه برو. پیار من ایت کاری بیده که او خانم این اولینو خدا بیامرزه برینو انا با بعد از این خانم دیومیر گرفتم. خب انا شما کدوم مادریم؟ ما از این مادر دیومیم. برو کلون از این مادر دیومی منو.
آها بسیار خوب بسیار. بله. پس او برارا شما که کلانترم از مادر. بله از اون مادر دیگم بله. خب همه تا مادر برار خاصه عمود هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. بسیار خوب. از زندگی راضی؟ بله بله. بسیار خوب. الحمدلله راضی بله. بیبی من به می گوشه شیشته میبینی؟ سلام به شما میگه. سلام به شما بیبی سعی کنیم اینا به شما میخندم میگم نیم. بیبی میگم به لالا بگیم یک آهنگ به من نواسیم بخونم. من آهنگ تو بوم خونه خوندم. 4 بیتی بخونم. 4 بیتی هم بلد نیم آخه. چی بلد نیم؟ بیبی نه میگم بیبی شما را تصویر بیاره. بریم یکی بخونیم که دل واشه. با خدا یاد نداره اگه یاد دیشی بازم خوب بوده. خب پس بریم شب خود شما. بریم به خدمت هستیم ما. تیار خوشحال باشیم موفق باشیم. دوستای نازنین برنامه باغ سبز ادامه داره همراه ما باشیم. سلام لالا جان. سلام علیکم. صحت شما خوبه؟ الحمدلله. قربان شما سلامت باشیم. نام شریف شما؟ عبدالقدیر. لالا عبدالقدیر جان به داخل از این باغ آمدیم از دوستا شما هم یا فامیلا باغ؟ لالا عبدالغفور جان که هستن از دوستا صمیمی مونم. بسیار خوب. خود شما شهر آمده؟ بله. خب آدمی که داخل باغ آمدیم گپ بزنیم چی میوه نوش جان کردیم؟ جاشو خیلی توت بیدینه خوردیم. زردالو و قیسی و جاشو خیلی نوش جان کردیم. شما خیلی نبود دیگه برای ما از صبح تا این باغ ما. خب یعنی منظوری که ما به تنهایی خوردیم شما تنهایی خوردیم. شما باور نداریم. منظور من از جاشو خیلی بیننده هایم. آره صحیح کنی. صحیحه. این چیزا شما ندیدیم. دیگه انا ما با کیسه خدا رمان. این چیزا نیه. از ما بیتره درشتر. ما با مدل بیتره. شما سب کلوخه. صحیحه. بسیار خوب. سری اول شما نه به منطقه آمدیم یا دیگه آمدیم؟ بله سری اول من. خب چی رقم باغ وضع باغای امسال که نام خدا بارندگی هم بوده سرسبز پارسال هم میته بوده؟ والا من از باغداری چیزی که سر در نمیارم ولی خدا رو شکر امسال فکر میکنم سال خوبیه. اگر بارش جالب چیز این میوه نزنه ان شاء میوه خیلی خودش امسال خودش سال خوب خواهد. الله شکر. شما هم که برات مفت میگردین؟ نه تو برات مفت هم نمیگردیم. بازم خوب دوستا بیان من بهانه میوه خوری بیان از اون دوست خوب عبدالغفور جان خبر رو بگیریم. اگه ما میفهمم شما به بهانه دوست آمدید. حالا شما هر فکر کنه کو گردن بند باشه. هدف ما حساب دیدن نبود. هدف ما فقط خاطر شکم ما بود. به بیننده معلومه درسته؟ تقریبا. بسیار خوب. خوشحال شدیم برای ما گپ بزنین که چی مصرفیت داره. ما بازار سچرخ دارم به هرات. کاروبار میشه؟ سچرخ باربری دارم. خدا را شکر روزگار میچرخه. بله. الهی شکر الهی شکر. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. از اینکه شما میمونیم ما میمونیم. میگم میمون خیر باشه. ما شما را عفو کنم بلکه. بخشش باشه. خدا بکنه بالا عفو کنم. مونتا همین میگه همیشه مثل مردم قدیم گفته بردن حلال خوردن حرام. ما برعکس نه خوردن حلال را بردن حرام. خب پس چرا به کیسه خو کردی؟ خب دیگه چند تای بردش دیگه. بسیار خوب. خدا کنه کم اخلاق نشکسته باشه. نه ان شاء الله نه رعایت کردیم. بسیار خوب. بیننده‌های عزیز برنامه باغ سبز همینجی ناگزیریم که با شما خداحافظی کنیم به خاطر که وقت برنامه به پایان رسید. دوستای نازنین تا فردا شب که کدو قریه نصیب و قسمت باشه تماس بگیرم ما به خدمت از اونا بریم. شما رو به الله پاک میسپاریم. سبسکرایب تو لایک و شیر زنگولگک گردن گوسپند بیبی ممایا چمن امورم فشار بدیم. همراه ما باشین تا فردا شب. خدا حافظ و نگهدار شما.